алишер мирзонабод солиёни зиёд اینجا در ساحل رود 5 2 هفته باز جسد علیشیر میرزاناباد رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و همسر و یک کودکش را جستجو میکنند. آب 5 در این شب و روز پرتوغیان و گیلالود است. نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده میگویند این حالت کاری آنها را سخت کرده است. آب تیز جریان دارد و همزمان قعر آب نوعیان است. قعر آب با لای و شغل عموما با یعنی که نوعیان است. درانهای زیر آبی متاسفانه در اکثر منطقه های استفاده برده نمیشوند، زیرا که در این منطقه های زیر آبی یعنی که دریای 5 زیر قعر آب نوعیان است. همین خاطر کمی مشکلی با جویندگان گروه های غواصی به میان میآید. بنا به مشکلی عموما هیئت غواصان با دیگر تجهیزات‌های سطح معاصر برای دریافت نامزد جسدها کارهای شبانه روزی ادامه معلوم رقم قید دولتیش 278 تیجی هم خیومگی 3 تا استالبر از اگی راست همی خیومگی بعد درون دریا را رفتگی. ماشینی علیشیر میرزاناباد روزی 17 میون هنگام بازگشت از دوشنبه در راه درواز خاروخ بر رود 5 افتاده است. مقامات گفتند که رئیس ولایت با همسر و دختر 2 سالش و یاور و راننده‌اش سواری ماشین بودند. روزهای 25 و 26 میون جسد سدانشاه جناب علی شاه یاور رئیس ولایت و سینا مبارکشاه راننده او را پیدا کرده به نزدیکانشان دادند. آنها را در زادگاهشان ناحیه روشان به خاک سپردند. با گذشت 2 هفته تنها نشانی که از علیشیر میرزاناباد پیدا کردند چند سند و دفتر یادداشت و نوتبوک او بوده است. مقامات گفتند که 2 جسد و سندها را 20 کیلومتر دورتر از جای حادثه در حدود ناحیه شمس‌الدین شاهین پیدا کردند. حالا بیش از 200 نجات بخش جسد علیشیر میرزاناباد و همسر و کودکش را در حدود ناحیه درواز و ناحیه شمس‌الدین شاهین جستجو دارند.